و چیز باز از این الگوی بهتر و زندگی و دیگر هیچه که بچه دقیقاً راهنمای باباست و حرف آخر فیلم رو بچه در واقع میزنه به شکلی بالغش مونه. شما بعضی وقتا این کار میکنید بچه‌شی این باباشه؟ بله بله، درک کردن بچه به همینه که وقتی حالت بچه رو پیدا کنه. من واقعا نمیدونستم که اینقدر این فیلم میتونه دوباره من رو تحت تاثیر قرار بده. میدونستم که این فیلم رو دیدم، فقط فکر کنم باید حدود 10-15 سالگی باید دیده باشم و دیگه مدت ندیدم. الان به این فیلم قطعا یه جور دیگه نگاه میکنم، نه مثل سابق یا نه مثل کسی دیگه، برای اینکه من نمیتونم یادم بره که به خصوص این فیلم من رو به عنوان یه سینه‌است بهم یادآوری میکنه، برای اینکه میبینم که چقدر تحت تاثیرشه. الان اینکه دو تا صحنه‌شو دیدم که در ناخودآگاه هم به نظرم یه چیزایی مونده، چون یک بخششو در یکی از فیلم‌های خودم دیدم. سلام علیکم. چیزی که برای من تازه داره شکل میزانسنشه که فوق‌العاده است. مثلا نوع شیوه تعریف داستانش به نظر من، شیوهی که داستان رو تعریف میکنه، همطور که دیدیم چه راحت این تونست قصه فیلم رو تعریف بکنه با وجودی که فیلم زبان نداشت. اشکال سینمای امروز دنیا اینه که شیوه داستانگویی فراموش شده. تمام تصاویر رو که از یک زاویه فیلم برداری شدن رو کنار هم گذاشته بود و من دیدم هیچ وقت دوربینم در واقع از یه خطی اونورتر نرفته و همیشه مثل تماشاگر، یعنی دوربینم در وضعیت تماشاگر نگاه کرده به صحنه. این آگاهانه نبوده، ولی بعد که نگاه کردم دیدم یه اخلاقی درش رعایت شده و اون که ما حریم یک خونه رو حفظ کردیم. فیلم زندگی و دیگر هیچ و فیلم طعم گیلاس تماما از یک نقطه شوت شده، همونطور که این اشاره کرد به فیلم و همین سن بچه و پدر. اولین اختلاف هم یادمه که با فیلم بردارم داشتم، اولین اختلاف رو، و با مونتورم داشتم. یعنی اینا به هر حال حرفه‌ای بودن ولی سینما رو نگاه میکردن و خیلی از نقدا یادمه که به این اشاره کرد که این بلد نیست دوربینش رو تکون بده، برای این جرأت میخواد دوربین جابجا کردن و اینکه راهکارها رو باید حفظ بکنه. این دوربینش رو ثابت گذاشته برای اینکه اون مرد تنها بیاد اون ته بیاد برسه و بعد در یه پلان را بیفتن برن، برای اینکه این کار راحت تره. ولی به هر حال منطق من اون روز این بود که ما وقتی اینقدر وقت منتظر ایستادیم تا یه آدمی از دور پیدا بشه، بهتره که صبر بکنیم تا به ما نزدیک شه.